در طول زندگی تو با خدا، با کلام خدا، با قرآن و با دستورات الهی نبودی، تو بازی و تماشا داشتی و عشق و تماشا داشتی. چه لحظات این ورزشکاران دنیا میرن در تفکر آخرت می‌نشینند. ما گله از ورزشکارهای بوش و چین را نداریم. همین طلبت چه ساعتی می‌نشیند فکر برای آخرت می‌کند. این از سربرا نگرانی صبر کنید یا نکنید، جای شما جهنم. خوب در دنیا شما صنعت کردید و کارخانه زنید و امکانات را انداختید. 60 و 70 سال شما برای خدا چی کردید؟ کردن چیزی هر وقت نماز، هرچه دکتر بزرگتر باشد اون دکتر از خدا غافل تر است، متخصصه، خط شکم